سلام دوستان عزیز، امروز 30 دکبر بعد از یک روز پس سال نو میلادی 2024 ورود می شود در تاجیکستان و در جهان. با شما تماشای خوب آرزو دارم. در چهارراهی چی هستیم؟ یاقوت 2000. در چهارراهی این طرفی صدبر، این طرف سفارتخانه ترکیه و این طرف یاقوت، این طرف عادل شاه منصور و سود شاه منصور و عادل دیگر چیزا. همین حکومت ناحیه شاه منصور پشت انمین ارچه‌ها و این طرف راهی تانکا. دیده چقدر بینای زیبا شدن. زیربط آشپانه. امروز 30 دکبر خبردار کنم اتمسفرای سال نوی است. یعنی که همه جا بوی خلاپوشکا و غیره. یعنی این نالوگ شاه منصور در اینجا کارش نالوگای مسپوریم و غیره. این بینای خانه بود، اینو چپا کرده ایستادن، الان خیلی بینا میسازن. نصیب باشد خیلی زیبا و آرام یابد میشنده. بیا ما چراغک رو میگذاریم، با خواهری عزیز میگذاریم و ترتیبات رو رعایت میکنیم. اینک از این طرف نگاه کنید. واه چقدر زیبا، چقدر زیبا. اینا دوستان امروز 31 دکبر سال 2023 راهی صدبر رو میبینید. Comitai saiu aí? Nossa, vacas gironas, acho que cabeça. بیا حرکت که لیسا بود چیده بیا بچه ایش نگاه کافی. سلام علیکم. خوب هستید؟ بهترین چیزای کودکانه بهترین درآمد برای فرزندانم از همینجا میگیرم. اینا دوستان عزیز میتونید از همینجا چیزای لباسایی برای فرزندانتون بخرید. من برای فرزندان از همینجا میگیرم، خیلی ارزان و صفت خوب. نگاه کنید، زنانه، سرانه و دخترانه و برای کلان سالون. نسکل من از همینجا هست. تشکر اکا جون برای خدمتتون. با شما موفقیت. سلامت باشید. ایداتون مبارک شد. سلامت. الو. سلامت باشید برادر. اینترنت میگم. نگاه کنید دوستان عزیز چقدر اینجا تلاش دارن برای سال نو میلادی 2024 اومدن. نگاه کنید دوستان، همه خرید برای جشن سال نو. نظر کردیم خوب است. نه دوستان عزیز، ما چالش دختری امروز 31 دکبر اعلام کرده ایم. نصیب باشد در نوارها میبینید حتما. از ما بالا میکنم و شما با تمامی صنعتش زیبایی این صدبر رو تماشا میکنید.
همه یوکوی سودی نوی هرچه اینا میوه تاجیکستان استحصال تو اناناس هم داره یاسمین مغازه نگاه کنید همه از خفای پس زندگی هست بزار کردی فکرش نکن Hayma yasadır. این سب خاندو کی دایود دارد در دوری کودکیمون میخوردیم رحمت افجیم امروز دوستان عزیز 31 دکبر سال 2023 نگاه کنید همه جوش و خروش برای این سال نو را جشن گیری کودکان خرسند مادران پدران برای خرید شب سال نو را جشن گیری کردند علیکم السلام آفرین تشکر شما هستین خب دوستان عزیز این ایستگاه صدبرگ ما در مرکز سودای صدبرگ حضور داریم یعنی اینجا دیانو چلنج رفتستان این اومد سالی نو رو هم نگاه کنید در اینجا پاندورا اینجا تلویزور پارتش نگاه کنید چه گنج گولد اینه نگاه کنید جواهی رو چی این طرف مرشدکای وحده اینه دیده دوستان امروز با گفته ایستادم 31 دکبر سلام نازک جان وقتی شما سلام علیکم Ne çiftçeni? Rengi şunu balançtın? این مرکز سودای صدبرگ میر ابوی اینجا پیراشکی خونه همه استودنت ها اینجا پیراشکی چشیدگی هستند به پارو نگاه کنید پختخان و پاپکورن یک ما از پیش خود صدبرگ گازی میگذاریم و میبینیم که چیخ ترتیبات جمعیتی رو رعایت میکنند اکا جان برکی پرابلم دخترانم بتانن بیاین و در زنی در چلنج اشتراک کنید نکی با اجازت کلام سالو Sim şasak kendi ya gireceğiz. Sim doğru sim şasak kendi gidiyor işte. ها اینا میگم باز بنه Sim şasak ya sim doğru iyi. ها نه کام اینه می هولزی ساعتی 2:00 سر میشه و همه با تاکسی اومده سر میدونین چی چلنجه خود کری کسی تز میخره یک کنجا
اینجا 150 تومان دیگه اینجا 100 سوم سه اینجا 50 تومان این خاک خدا کن مایده 5 نفر از دخترا میبیاین اگر خطا شد اشتراک کنن مرحمت ساعت چنده؟ ساعت 2 اینا میوزم دخترا را انتظار کجا میشه؟ این آواز 20 minut دیگه این نمی دو مایکو اینا بالاش میگفتن ایسته های همین خانم خدا خدا که مای دار کنه چند تشکیل میکنن خب اول 150 دیگه سال سیم 50 شما داخل من میخوام قاسم کن یکی 5 نفری دیگه بیارم یکی با اجازت شما مادر عزیز چه دهان؟ چه زیافت تو وا چیزی پری تا اگر بای چی نباشه نه یا تا دیگه شکایت برایش السلام علیکم خواهران عزیز نام شما شکرانه نام شما شما سومایا بانو سه دخترکان چالش امروزه هر یک صد برای دخترها 15 سومون اینا شروع میکنیم از انیسا ای شکرانه مرا شکرانه بانو اول جمع گیر شود بعدا ریسایت کنی اگم پراتیونیکا یا نه باز میبینیم کنی او 351 شود 4 حساب میکنیم تمام 400 زدن 400 آفرین نام شما سومایا بانو مرحمت کنی شما 400 مرحمت استایت کنه دیگه قهرو بدقهر است بیاین 300 400 نام شما انیسا بانو انیسا بانو نه یاله یوشه 200 خطهشون رو خیلی این معلوم میشود 200 300 و 400 چند میشود 300 400 900 چی چند میشود 90 با 50 دیگه 140 سومون باید ما شما تیم وقتتون تقسیم کنید 1 2 3 4 5 1 2 140 سومون شما دخترها تقسیم با شما موفقیت تاجیکستان آفرین یا تا دیگه دارم بزنم اینا که بیا مایرا خما پول برای دخترها جدا کردی چالش آینده را از دست ندین. با شما موفقیت و سربلندی سالی نو مبارک باشد.